درود رفقا، چطورید؟ امیدوارم که روز خوب و پر انرژی رو شروع کرده باشید. ما اومدیم با یه ویدیو خفن دیگه از این کانال. تو این ویدیو قراره بریم با هم دیگه 4 تا از عجیب و غریب ترین سیارات جهان هستی رو ببینیم. امیدوارم که لذت کافی رو ببرید. قبل اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید، چنل رو ساب کنید، اون زنگوله رو فعال کنید تا که هر موقع ما ویدیو گذاشتیم شما ازش مطلع شید. Let's go. شماره 1. این سیاره شباهت زیادی به سیاره میلر توی فیلم میان ستاره‌ای داره، اما برعکسش اینجا زمان خیلی زود میگذره. سیاره HD 209 458b، سیاره‌ای که اگه بتونید 1 سال اونجا زندگی کنید فقط معادل 3 روز و نصفی روی کره زمین زمان میگذره. البته به شرطی که بتونید برید اونجا، چون که توی مرحله 1 این سیاره 159 سال نوری با ما فاصله داره و در مرحله 2 دمای هوا توی این سیاره اونقدر بالاست که هرچی توی این سیاره وجود داره به حالت مذاب و خود سیاره هم به طور پیوسته در حال ذوب شدن. شماره 2. این سیاره یکم عجیبه. تا به حال فکر کردین اگه روی یخ و زغال همزمان راه برید چه حسی داره؟ پاسخ سوالتون اینه. سیاره گلیس 436b. به دلیل نزدیک بودن این سیاره به ستاره خودش، دمای اون داغ‌تر از یک کوره آتیش و در عین حال سطح سیاره پوشیده شده از یخ هستش که این یخ‌ها همواره در حال سوختن هستند. اما دوستان، نه این یخ روی زمین، بلکه یخ‌هایی با چگالی بسیار بالا. شماره 3. به محض اینکه پاتون رو روی این سیاره بذارین از هم متلاشی میشین. بیاین بگم چرا. سیاره کرو اکسو 3b برخلاف سیارات دیگه لیست نه گرمه و نه سرد. چیزی که اونو ترسناک کرده چگالی فوق‌العاده بالای اونه. این سیاره هم اندازه مشتری خودمون و جنس اون از گاز هستش. برای توضیح چگالی این سیاره باید بگم که وزن هر جسمی توی این سیاره در مقایسه با کره زمین 50 برابر بیشتره. یعنی اگه وزن شما روی کره زمین 80 کیلوگرم باشه، روی این سیاره به 4000 کیلوگرم میرسه و در واقع باید گفت با گذاشتن پا روی این سیاره تجزیه خواهید شد. شماره 4 و مورد آخر ما، سیاره قاتل. همه ما میدونیم که سیارات به دور ستاره خودشون و حول یک محور مشخص در حال چرخیدنن. ولی باید گفت همیشه اینجوری نیست. دانشمندا سیاره‌ای رو کشف کردن که مثل یک شهاب سنگ و بدون قرار گرفتن در مدار خاصی توی فضا در حال حرکتن. سیاره OTS 44. تصور کنید یک سیاره مثل یک شهاب سنگ تو فضا به هر جهتی که دلش بخواد میره. اما این سیاره با شهاب سنگ‌ها از نظر اندازه کلی فرق داره. میدونید که سیاره مشتری ما 1300 برابر کره زمینه. حالا باید بگیم که سیاره قاتل جرمی 11 برابر مشتری داره و جرمی 14000 برابر کره زمین. یه غوله به تمام معنا که به هر سیاره دیگه‌ای برخورد کنه
اونو به طور کامل نابودش میکنه. و یه خبر خوب و یه خبر بد اینه که دانشمندان گفتن توی جهان هستی میلیون ها از این سیاره حتی با اندازه های بزرگتر هم وجود داره. و خبر خوب اینه که این سیاره با زمین 550 میلیون سال نوری فاصله داره. رفقای گل، ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه ما بودین. امیدوارم که براتون مفید و لذت بخش بوده باشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم کنار خانوادتون. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.